سامانه ایدی استار کاملا بر محیطی که آقای رئیسی پرواز میکرده اشراف داشته. معتقدم که شهادت آقای رئیسی یک ترور کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند در یک برهه کاملا حساس بوده. چرا به صورت ناگهانی رابطه ایران و آذربایجان به حالت عادی در اومد؟ آذربایجانی که مدام ایران رو تهدید به حمله نظامی میکرد، الهام علیوف مکررن تهدیدهایی رو علیه ما مطرح میکرد، اما به یک باره از سر دوستی به این نتیجه رسیدن در نقطه صفر مرزی در یک منطقه‌ای که از نظر امنیتی دچار خطر هست با رئیس جمهور ایران قرار بذارن و ایشون رو ببینن. چطور ممکنه که از اون سه بالگرد دو تا از بالگردها بدون وجود هیچ مشکلی منطقه رو ترک کنن و صحیح و سالم به مقصد برسن؟ تنها بالگردی که اسیر شرایط جوی شده بالگرد آقای رئیس جمهور باشه. چرا شرایط بد جوی هیچ اثری روی اون دو بالگرد دیگه که همراهان و اسکورت هلیکوپتر آقای رئیس جمهور بودن نداشته؟ چرا بقیه بالگردها به خاطر شرایط بد جوی فرود نیومدن؟ چند دقیقه قبل از اینکه متوجه بشن چه اتفاقی رخ داده، GPS و سیستم راداری هلیکوپتر حاملی رئیس جمهور از کار میفته و از رادار محو میشه. سیستم هلیکوپتر طوری طراحی شده که تا 72 ساعت بعد از هر حادثه‌ای که براش رخ بده، چه سقوط کنه چه فرود بیاد، امواج و کدهایی رو به تمام گیرنده‌های پیرامونش ارسال میکنه و مختصات محیط خودش رو اعلام میکنه. چرا بالگرد آقای رئیسی در شرایطی قرار گرفته که باید با پهباد و دوربین‌های حرارتی دنبال اون بگردن و به صورت چشمی اونو پیدا کنن؟ شما میدونید آقای الهام علیوف رابطه بسیار مستحکم و پیچیده اطلاعات امنیتی با رژیم صهیونیستی داره. بدیهیه که زمانی که آقای الهام علیوف با آقای رئیس جمهور در اون نقطه قرار گذاشته از تمام محتوا و اطلاعات اون سفر خبر داشت. آقای الهام علیوف تجهیزاتی رو از رژیم صهیونیستی دریافت کرده و اونا رو در مرزهای ایران مستقر کرده. یکی از اون تجهیزاتی که آذربایجان در نزدیکی مرزهای ما مستقر کرده یک سامانه راداری تحت عنوان ELM 2288 ایدی استاره. این سامانه قابلیت جمع‌آوری تمام امواجی که از سطح آسمان هست رو داره و تا شعاع 480 کیلومتر هر امواجی که دور و برش باشه رو دریافت میکنه و در مواقع حساس امکان ارسال سیگنال و دیتاهایی رو به تمام پرنده هایی که مد نظرشه رو داره. میدونید فاصله باکو تا تبریز از طریق هوایی 419 کیلومتره و طبیعیه که اون سامانه راداری یعنی سامانه ایدی استار کاملا بر محیطی که آقای رئیسی پرواز میکرده اشراف داشته و این محیط رو کاملا امواجش رو دریافت میکرد. هلیکوپتری از سطح زمین بلند میشه، مه غلیظه، خلبان منطقه رو اصلا دید نداره، کوهستان هم به صورتی که ارتفاع بعضی قله‌ها تا 1500 متر میرسه. در این شرایط بد جوی که بارندگی هست، کوهستانی بودن مسیر رو خطرناک میکنه و مه غلیظ دید خلبان رو به نزدیک 2 متر میرسونه. اگر GPS و سیستم راداری هلیکوپتر آقای رئیسی دچار دستکاری و اخلال بشه، اون خلبان چجوری باید هلیکوپتر و بالگرد حامل آقای رئیسی و تیم همراهشون رو کنترل کنن؟ آیا این سوال مطرح نمیشه که علت این که برای 2 هلیکوپتر دیگه مشکلی پیش نیامده و فقط بالگرد حامل آقای رئیس جمهور دچار اون اتفاق شده سیگنال هایی که از طریق سامانه ایدی استار و سامانه‌ای که نصب شده توسط رژیم صهیونیستی در آذربایجان رخ داده؟